سلام و عرض ادب داریم به خدمت شما همه بیننده های عزیز. امید که در هر جایی که باشید جور و صحتمند باشید. قسمی که شما میبینید ما گفتمان ویژه داریم با مهمان ویژه ما علابردی ترکمن، قهرمان ترکمن های افغانستان در مبارزات آزاد. آقای ترکمن خوش آمدید به برنامه ما. خوش باشین. تشکر. یک سلام خاص بر شما و یک سلام خاص امین اکنون از پیج یا صفحه ترکمن سیسی ابدا و سازمان اجتماعی حرکت ترکمن‌های افغانستان. تشکر از شما جناب قهرمان. در نخست خودتان معرفی کنید که مختصرا در کجا تولد شدید و در کجا تحصیل کردین؟ علابردی ترکمن هستم، از مزار شریف و از شورتیپه به دنیا آمدیم، اما درس و ورزش ما در خود کابل شروع کردیم. نه بسیار خوب. تحصیل تان در کجا است؟ فعلا تحصیل ما صنف 12 است، بخیر امسال تمام میکنم. بسیار خوب. سنتان چند سال هستین؟ 23 سال. بسیار خوب. جناب ترکمن صاحب، چطور آغاز کردین این مسابقه را و ورزش چطور علاقه داشتین؟ ما خودم در ورزش خیلی علاقه خوب زیاد داشتم. ما اول بوکس رفتم فدراسیون، بعد پالوانی دیگه، باز آمدم به خود مبارزات آزاد. بسیار خوب. علاقه تون از کجا شروع شد و چی باعث شد که شما در مبارزات آزاد فعالیت داشته باشین؟ خب ما اول گفتم بوکس میرفتم در فایت، باز ترس نداشتم، باز گفتم ما باید از بیشتر برم، باز آمدم در خود مبارزات آزاد چون شوق داشتم دمی یعنی بیایم. باز دی فکر شدم که از ترکمنا دمی بخش مبارزات آزاد نبود، یعنی در پالوانی، در فوتبال، والیبال از این چیزا بودن، اما در مبارزات آزاد نبود. باز خواستم بیایم، هم شوق داشتم، هم گفتم بیا از ترکمنان یک تا در بخش MMA یا مبارزات آزاد داشته باشم. بسیار خوب. چطور شما از ولایت بلخ و از اصول شورتیپه به کابل رفتین؟ چی باعث شد براتون؟ خب بعضی مشکلات زندگی بود. از ما باز 5 ساله بودم از فامیل ماندم، یعنی فامیل ما از ما وفات کردن دیگه. باز تشکر میکنم از مرادی صاحب، باز مرا در پرواشگاه شامل کرد. باز 1-2 سال در مزار بودم، باز رفتم در پرواشگاه اینجا، یعنی 1 سال پیشم ما در اونجا بودم، باز فعلا برآمدیم. بسیار خوب. چند سال میشه در کابل زندگی میکنید؟ 16 سال میشه. علاقه تون به ورزش در کابل آغاز کردین؟ بله ما در کابل بودم. در نخست کدام کلب و یا پرورشگاه آغاز کردین؟ ما اول خودم لیلیه بود، در خودم لیلیه تمرین میکردم، بعد از او برآمدم فدراسیون رفتم، بعد از فدراسیون چون راهم دور بود باز در خودم نزدیکی های همون لیلیه گرفتم. کی تشویق کردن شما را در این عرصه پیش برین و غالب شوین؟ مرا هیچ کس تشویق نکرد جز خودم تشویق کردم باید یک روز خود به جایگاه بلند برسانم، چون این غریبی یا بی کسی نمیشه که با اون سیستم یا با اون غریبی بانم، باید با قله‌های بلند برسم. با این چی شدن؟ جناب ترکمن، شما مسابقه اولتان در کجا بود؟ مسابقه اول ما در خود کابل بودک، باز از او کاپیسا بغلان هم ولایت ها بودک. از مسابقه ولایت تا به حال چند مسابقه را انجام دادین؟ تا حال در بخش مبارزات آزاد 6 مسابقه دارم دیگه، در بخش بوکس 2 دانه. در مبارزات آزاد تا به حال در چند مسابقه غالب شدین؟ یعنی تا حال ما شکست نخوردیم در خود مبارزات آزاد.
در بوکس هم توست. بله. ماشاءالله ماشاءالله. با کمرتان قوت بده. آمده متعال. چطور موفق شدین و غلبه شدین که در مقابل حریفتان؟ من خودم جیجیسو کار هستم، یعنی بخش جیجیسو را خودم یعنی تمرین کردم میکنم. من زیادی مسابقه در جیجیسو بوده بردیم. بسیار خوب. شما اولین مسابقه را در کدام ولایت داشتین؟ در خود کابل. در خود کابل. بله. کی بود حریفتان؟ حریف ما از کابل بوده. از کابل. بله. آیا تا به حال کسی در این مسابقه تان شما را حمایت کرد؟ و یک تشکر میکنم از قاری صاحب شکر قناعت بخش. این همکاری کرده، دیگه تا حال همکاری نکردن. تنها از قوم ترکمن حمایت کردن و یا از دیگر قوم ها بود؟ حالا کسی حمایت نکرده از دیگر قوم ها. بسیار خوب. شما البته در اولین مسابقه تان حریفتان که دیدین ما غلبه میشم یا پس میمانم؟ ما چون حریف مرسم باشه آدم باید فیل باری فکر کنه، اما ما با اندازه همو تمرین کرده بودیم. درست. یعنی ما ترس از مسابقه نداشتم. یعنی اعتماد داشتین به خودتان؟ بله. آیا مسابقه خارجی هم داشتین؟ در خارج هم چنین مسابقه را انجام دادین؟ بخیر فعلا نداشتیم، اما بخیر یک دو ماه بعد تصمیم دارم بخیر هند و ازبکستان. بسیار خوب. اونجا کدام مسابقه اشتراک میکنین؟ بخش مبارزات آزاد است، به خاطر مبارزات آزاد است. اونجا حریفتان معلوم است؟ تا فعلا خود چون نشده، اما از رئیس امید پویان گفته که 2 ماه بعد مسابقات است، بخیر میبرم. آمادگی دارم. چه خواست دارین از مردم غیور ترکمن های افغانستان و یا از دیگر ملیت ها؟ خواستتان و یا خواهشتان چی است؟ خواستم همیست که جوان ها را تشویق کنه، جوان ها را حمایت کنه، چون هم جوان هاست که فعلا همی افغانستان بیرقش بلند میکنه در کشورها و یا دنیا یا در خود افغانستان. هم جوان هاست که همین ورزشکار هاست که فعلا هم بیرق های افغانستان بلند میکنه در کشورها. آیا تا به حال کدام ورزشکار شما دوست دارین؟ من تمام ورزشکارا دوست دارم، چون یا کسایی هستن که بیرق افغانستان بلند میکنن در کشورها. بسیار خوب. اما در بین امو ورزشکارا کدامش شما الگوی خود قرار میدین؟ الگوی من استادای خودم هستن، چون از او خیلی چیزا رو آموختم. دیگه الگوی سر خود ندارم، چون خودم روزای مشکل بود سپری کردم، با این روز خود رساندم تا که موفق شدم. در آخر چه گفتنی دارین برای ملت غیور افغانستان و برای ملیت ترکمن ما؟ خصوصا پیام با جوان هاست، بیاین ورزش کنن، از این که رو با مواد مخدر بیارن یا چرس از چیزا استفاده کنن، بیاین ورزش کنن. در ورزش همه چیز است، احترام، همه چیزی که بخوایی است. هم بیاین مفید با وطن خود باشین. تشکر. بسیار خوب. بیننده های عزیز، البته علابیدی ترکمن یکی از قهرمانان و افتخار ما هستند، از قوم ملت شریف ترکمن هستند و برای تمام ملت افغانستان احترام دارن. یک برادر مسلمان، یک ملت افغان در مبارزات آزاد مسابقه کرده و با حریف خویش مجادله کرده و تا به حال شکستی نداشتن. ما سرشان افتخار میکنیم. آقای ترکمن، در آخر میگیم شما را خوش آمدین به برنامه ما و به مزار شریف آمدین. ما هم دعوت کردیم به برنامه خودمان. خوش آمدین. تشکری میکنیم از شما. تشکر از شما که در برنامه زیبای شما دعوت کردین. بازم جهان سپاس. خیلی ممنون. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر از بیننده های عزیز. این برنامه ما همینجا ختم میشه و تا در برنامه های دیگر شما را به خداوند پاک و یکتا می سپاریم. و البته چنین برنامه ها را از ترکمن سیسی اونیودیت و از سازمان اجتماعی حرکت ترکمن ها و شخصا از پیج خودم فیض الله ترک
دنبال نمایید.